یکم دیگهش شیلک کنیش دیگه امروز مکم بگیر خب بسیدی میرکن جور میشه؟ میرکن بسته میشه؟ خب بسته نمیشه دیگه این مدل جدید ما بسته خب یالا نشدن من دیگه چیزم گیر جور کنم در نظر اینو میخوام یک طرف ازش دیم میشه نه دوست آزمان توی اومده اویه خیلی پالوان برش دستی جرش باده بود من نمیفهم مقصد دیگه از ما غلطی نگری میشه رقم بیرون که جور میشه خیلی دوغه با سلام و درود خدمت همه بیننده عزیز امید که جور صحتمند باشیم تشکر از اینکه ما رو حمایت میکنین تشکر از اینکه ما رو لایک میبینین ویدیوهای از ما رو تماشا میکنین دوستای عزیز خانه دیگه خدا رو شکر کارایش رو به اتمامه دیگه چیزی نمانده ازش دیگه امروز یک روز بسیار سخته به دلیل از این روز بسیار سخته که ما قراره بریم امو درختایی که زدیم همون خواشه برای گرم کردن خانه برای تندور اینا همون رو گرفته آردیم قشکلا بیریم و هم چیل کنیم بیریم دیگه اینجی آقیل خردره کار با خر نه ما بلدم نه شکلا بلده دیگه نمیتونیم بریم ریسک کنیم خر بیریم اینج کسا رو هم لایه هم برف داره خر خدای نخواسته اگه پایشی بلیخشه دیگه تاو میشه دیگه تاو نداریم که در کس بیدیم تاوان زیرم نداریم فعلا که بریم یک مزدا کرا کنیم بیریم اگرچه مزدا فعلا رفته نمیتونه رایش هم بسیار رای بده اگر که مزدا بردنش خیلی ریسک ده بودی به دلیل همو تصمیم گرفتیم که امروز هر رقم میشه نمیشه امو را بریم سرسانیخ بریم اگرچه شاید سخت باشه ولی با اراده قوی و همتی از اون شکلا آردیمو امروز اول از خدا را برای اماریم میریم دیگه دوستا فعلا هم دیم قشکلا یک صبحانه بخوریم همیته خوب کمر مکم آردیم بسته کنیم بریم چوار بریم شکلا آقای دوربین در خدمت که سلام دوستای عزیز انشالله که جور و صحتمند باشین دیگه امروز کار بسیار زیاد است چو آوردو چو برازی طلب آورده تا این بوری بیری کار بالاخره زیاد است دیگه باش امروز اونجا نرفتم ببینم کارایش چرکن است سخت است آسان است دیگه تشکر بابت حمایت شم لایک و سابسکرایب یادتان نره اینجور سوره باید بس کنم چون اگه بس نکنی گردیم نجور دخل برف بریم جا راکت بشی خب دوستای عزیز چای خوردیم آردیم شکلا دیگه شکلا خیلی مشتاق بود گفت که بری ما همونجا زمینای آتای رمسل کنم اما یکش چو هم قطع بیرم دیگه خیلی روی از اینجا اونجا تقریبا 25 دقیقه نیم ساعت روی پیاده ولی شکلا رو ببری کمک تا به هوایش هم باش نشتر آقای اره لالای جان دوستای عزیز امدیم در سیابچه نه سیابچه پشت در خاصه صبر کن دوستای عزیز آمدیم در سیابچه مگه چیز خیلی میگه نماشی بلد نیم دیگه اینجی امدیم لالیم پشت را بستم نه که ما چون بلد هستن نیه دیگه بخشی از ما خوب ماکم بستک خو اره مکم بسکنم زیاد بسکنم کم بسکنم اما خبر ندارم ما قصد دیگه زور ببرسه زور تو برسه اره نال ما اینجا میدونیم تو سال کود چقدر زور تو برسه خب خب نیایش میگه شاخ جگول خب اما نیایش میگه شاخ جگول چیه خب اینو بخین چه از مایه آره دیگه میره یک روز اره مخ شک نیه تو برده میتونی بدور هر کس ببره صحیح ببره رفیق خب
سایه میبرم تو برو یا نمیته میتونی پشت بگیریم. ما چیز خبر ما چه خبر نیمو چه خبر میشه پشت میشه میخوام مشتری میخوام اگه بیشتر از این سبوگه بردم سایه آه کمه قدر تا جارو میکردی ها تو بال که سبوک معلوم میشد بچم دیگه خیر روش تو بگیر اگه سبوک بود دفعه دیگه باز خب شم بگش بشه لکنش بگیر امروز مکان بگیر خب بسیدی امیر کجا میشه آه امیر کم بسته میشه خب بسته نمیشه دیگه این مدل جدید ما بسته خب بری آقای دوستای عزیز در نظرم لالیم که پشتریش قدر گیرنگه پس من ده دیگه ما اینجی پیشم دم او لالای قدر من داشته من ده نه ما خودت دارم تو خودت چه رقمی ما که من ده نشتم فقط شانه ما درد گرفته اره کار وطن باید شانه داشته شی رفیق اوخ بیزه بری بری دوستا دیگه راه را میبینید این رقمی هم هسته پر از لای برف هنوز اینجاش خوبه دیگه راه هنوز خیلی مانده دوستای عزیز ما من رسیدم دیگه در نظرم که لاله بسه پس منده باش ما میتابلم تویسته نمیتونی؟ نه امادی؟ مانده نباشی جور باش سلامت باش قدر در نظر من داشته نه من دک توش دیدن زده ما فقط شانه ایم در گرفته منده نشتم خب اره میخواید منده همشه بایم دیگرش قطبه برم نه خیلی شما میرون خود سایه دیگه منده نباشی
دوستای عزیز بسم الله رفته چوب میره دیگه ما اینجا سوزی قیله منم دیگه بخشی بسم الله پرکی تندوری منیم و قدر پرکی تندوری خوش داره دیگه راش قیلک دو منی قشمنده خب دوستای عزیز تازه یک دوستی کش آوردم دیگه خیلی خستم شدم مچم شکلا کجای چیز کار منه دیگه بریم یک کش پیش شکلا چاش چیز پختم نه او آقای تو چیز برنامه داری؟ تو چه چورانی؟ ما چو بخشی تندور پرکی منم پشکی منی؟ آره تانای خو؟ دیگه تو بیا قد از ما پرکی پخته کو ما پشکی پخته کنم چوره که بیره؟ چور اردویم سمار یک جای میری یک جای میری؟ آره اول امی چو یک تو امزون جارا نیمو که چند نیه ده تندور جای میشه؟ مطمئنی؟ شاید جایش نمچو خب چی؟ چوره؟ چوره نه دیگه خلاص کجا تازه کمک اردم خلاص هم از خلاص شد نیه دیگه شکلا سرشتک دیگه پرکی ما خوب پرکی تندوری خیلی خوش بهمه بریم یک پرکی تندوری قشکلا دیم بعد دوباره کار خیدامه بدی که چی میشه همه چوار بری اگر دوستا قزمو بیننده باشین شکلا آقای جان بریم آره بر دیگه خوسته خب دوستای عزیز تندورم که گرمم ده ما خود جانم که بلد نیم تا حالا پرکی نزدم موشم نگدم چرخم مزنه دادنه پرکی چیز زوله آرد زولک ده دادنه است 5 دنش قرار ما دهیم رقمات خودی مخورم 5 دنش شکلا میزنه رقمات خود چی بخوره دیگه کس تا اون کس کشیده نمیتونه دیگه دوستا بیننده باشین که چی یک پرکی دیاردیم قد شکلا شکلا آقای شروع کنی؟ آره دیگه شروع کنی خب شروع آقای سریع میرخم آره ولی این رقم میشه کداش میره زلای زیم اسمش میکشنده نه؟ زلای زی در نظر من دنزی یک آدل بسر در دیست سو بازم ریزایه سیه؟ سیه دیگه میرخم خودتو نال خوب رو جار کنم دیگه استیه دیگه تو مفهمی پرکی تو ما ایس خود می بیاز که خوبش میه سیه؟ سیه من قسم کاری منم زیاد نه این ما از من میرخم باید مشکل نداره بسم الله یالا لاشتن بنده چی رقم گیر جور کنم در نظر این میرخم یک طرف ازش دیم میشه نه دست آزمان تری آمده اویه خیلی پالوان برش دستیفی ستای موسیزه ایو لا يا ولد خلاص استويش كتانش از ما دیگه نزدیک کتاشو از ما دیگه نشد لیپش که جای دخت کشه نه لباش هم میزدم شه نه چطورم ده چش محکم کده اینجا شکست کمک چی لکن سازی بر کده اینه یم دومیش تو نام خدا نام خدا یکمک سبزیش پشت دیگه تو ببین وقت پرکی نشون میده سانک پرکی پیش خوبش نام دانونه
سه خیر خودتون خیر خانم. دوستا اگر ما شغلیم کدام بلانی فروشی پرکی فروشی باشه در نظرم که گسوا تا شو یک نفر رو بیل دودن پرکی ولش دید این میره ما یک سال زیده را این بیل نقشته نالیره در نظرم این خوب بشه خود دوستای عزیز و نازنین امیو چرا خم کدی؟ خراب کده ماسکات رو آها این رو مت خراب کده با خدا که جوش نه خو این ریش تر کنم ها؟ سعی کده اونش دود نماز دم دبلیز و نسنی؟ این قصتر کنم بسه؟ ها دیگه مقصد بچیز بده بغل تندور دوستای عزیز یاد بگیرین کلمک آقا نفس کدام طرف ما خود رو گفتم نشت که میشه اینجور کنم سرخ نلتر کن خود روش آب بزنه کمک قچاقو بسراخ کن شخشا سور خورد دستم ده شخشا خورد چی؟ دستم ده شخشا خورد شخشا کجای شخشا؟ نه ببین رسو ببینید سه دوش آرده پرکستی بزنیم من جرچی باید آباد من نمیفهم مقصد دیگه از من غلطی نگری میشه بخم بیرون که جور میشه خیلی دوغه چاقو زدی؟ چاقو خاصی چون اینقدر خراب کده که جور میشه دوستای عزیز نازنین تو محکم زدی کندک دنج خدا میدانه باش تو سوزی زیره دوستا سرگیم نصف شد شد مردم هم مرقم میکنه اینجاش کننش قچاقو منه سرگو دا ودش کندم خور و دور چینک ساسیش ازش باید دوستای میر دنظرم این میشه وی دوستا و دبلیز دیگه شما وی فاصله روایت نکدم ها بله ترکی استو ما داردویش حساب شد نه دیگه این نمیشه فاصله روایت نکدم دوستا دبلیز نزده ها؟ خب اگه دبلیش نزده دبلیز نزده بس خبرم نزم که ایش نگرفتم خب اگه هیچ رو قم شد دست از باش کن بله ترکیه ولی ترکیه که زدم اینه نه خدا سه چیز خوشگلم ده درسته خورده چینیه ولی خیلی دلکشه از اونایی که خیلی دلکشه نه صبر دومیش نشته نه اینی دوستای عزیز دومیشه اگر چند نیشم قبول دارم خیلی خوب شم ده تشکر از نظرشون دوستا دوستا در نظرم که سیومیشم شده تندورم که بسیار داغمش چی میشه ایشی آها دوستای عزیز بله او قص خوشگل او نه خوشگل خدا چپ کنه خود دوستای عزیز دیگه پیرکیرم زدیم بغل تندور 5 دنه بود دیگه البته ما یک دنه تلفات دادم از 4 دنه شد دیگه بریم یک نونمانم بخوریم دیرم شد دیگه پیرکی زدیم دیگه مادم نیه در نظر ما گو کش چوی دیگه برم بیرون که اون 4 خلاص شده دیگه اما آدمش شکل مشغول شدیم دیگه روز بیگاه شد دیگه بریم یک نان بخوریم توکل ده خدا که بریم یک 4 کارش دامه
خود دوستای عزیز نانم خوردیم دیگه، بردیم قشکلا پس شدید رو یک چای نوشیدنی دیگه دوستا. اگر چند مو خودم نان خوردم کاریم سنگین شده دیگه آرایم نمیشه برم چو برم دیگه جدا از یک مقدار کار دارم اینا، باید برم جایی یک جایی را مکدوم قاصدی کنم. یک مهمان داریم دوستا در قسمت های بعدی از اون مهمان بلیشم رونوینم که مهمان های ازمون کیه، باید برم اونا رو قاصدی کنم دیگه دوستا. رایم نمیشه برش چور بری دیگه برم حالا کم کم ما تلاش منم که روزی 3-4 کش بیرم که اون خلاص شده دیگه دوستا. در برنامه قبلی که ما برایشون گذاشته بودم نوشته کرده بودم که برنامه بدون شکلا دوستا شکلا یک مقدار خسته شده دمی چند روز خورده وقت کار زیاد هم است دیگه شکلا تا حالا کارهای اینجا نکردیم مقدار سرش فشار هم داد. مرا گفت که ما یک دن از دوستای من دمی جاغوری دمی سنگمشه از خیلی سابقه با هم رفیقیم، ما خسته شدیم یک چکر یک شام رو خانه امزوا سوایش پس مهیم دیگه دوستا. شکلا جایی رفتنی نیه، شکلا خانهش هم اینجا، شکلا باید هم اینجا بیشه دیگه، جایی رفتنی نیه. فقط شکلا که در برنامه قبل نبود دلیل چی؟ همین بود که خسته شدد به خاطر اون گفتم زیاد سرفشار نه، گفتم برو اشکال نداره شکلام که فعلا هم ده دیگه دوستا. تشکر از اینکه از ما حمایت منین، تشکر از اینکه لایق میبینین ما را، ویدیوهای از ما تماشا میکنین. لطفا لایک و سابسکرایب زیاد چون نره دوستای عزیز، تایم ویدیو رو زیاد نکنیم دیگه. اگر شکلا خوارم کدام گفتنی داره دوربین نخزنش. دوستای عزیز امروز هم کارم خیلی زیاد بود، امروی لاله خود رفتم چو بردیم بعد پیرکی پخته کردیم دیگه. نالی نمشه که برم چو را بقیش بیریم دیگه. ما دیروز در برنامه قبل نبودم دیگه، خدایش اینجی کارش برایم سخت تیر شد، گفتم یک شب برم خانه دوستا کم می حال روحیم بهتر شود دیگه. ما جای رفتنی نیستیم دیگه، اینجا خانه مویه دیگه. تشکر بابت حمایت شون، لایک و سابسکرایب یادتان نره. دوستای عزیز دیگه بیشتر زی وقتشون نمیگیریم. الله یار نگهدارشون، خداحافظ.